رکورد شکنی ارزش معاملات در بازار سرمایه، زمزمه‌هایی از تیکاف در بورس، تخته‌گاز بیت کوین به سمت سقف 600 روزه و دورخیز طلا برای شکستن سقف تاریخی. با توجه به رشد قیمت اخیر طلا، دلال‌های ارزی نقدن یا دلار؟ سلام، اینجا استودیوی راست بازار، من مجید باقربندی. 12 آذر 1402 با ما همراه باشید. قیمت دلار توی تهران بدون تغییر نسبت به دیروز با 5250 آغاز کرد و حوالی همین نرخ هم نوسان داشت. توی هرات هم قیمت با 50130 شروع کرد و خیلی نوسان نداشت. یه شایعی توی بازار پیچیده که با توجه به امیدها به سقف شکنی طلای جهانی بامداد امروز، خیلی از دلال‌ها دستشون نقده و آماده خرید طلا و سکه برای هفته جاری هستن و علاقه به خرید دلار توی بازار نیست. پس میشه حدس زد که احتمالاً توی هفته آینده حباب سکه خیلی افزایش پیدا کنه و اگه نیاز واقعی ندارید شاید بهتره کمی خریدتون رو عقب بندازین تا بازار از هیجان بیفته. امروز ارزش معاملات خرد توی بازار سرمایه از 8 همت هم عبور کرد که بالاترین ارزش معاملات در 6 ماهه اخیر بود و تنور بازار حسابی داغ بود. شاخص هم با 1.6% افزایش مقاومت 2,100,000 واحدی رو رد کرد. اینجا هم پیشنهادمون عدم ورود هیجانیه. اگه روزای قبل خرید نکردین مطمئن باشین بازار به شما باز هم فرصت خرید خواهد داد. اما اخبار مهم روز: امیر عبداللهیان یه صحبتی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته و از وضعیت همکاری‌های ایران و آژانس و تداومش گفته. دیروز آقای فرزین گفته 6 میلیارد دلار ایران توی قطر در حال انتقاله. به شایعات درباره بالا رفتن نرخ دلار تا پایان سال گوش نکنین و نرخ ارز غیر دستوری کنترل میشه. اما پشت آقای رئیس کل به چی گرمه؟ چند تا عامل میشه حدس زد. یکی کاهش انتظارات تورمیه، چون هم رشد نقدینگی به زیر 30% رسیده و هم با اجرای سیاست تثبیت شاخص تورم تولید کننده توی آبان به کمتر از 1 و در بخش صنعت به 0 رسیده که این اتفاق با کمی تأخیر روی تورم مصرف کننده هم تأثیر کاهشی خودشو میذاره. نرخ تورم تولید کننده در واقع میانگین قیمت‌هاییه که تولید کننده محصولات و خدماتشو به خرده فروشا میفروشه و خرده فروشا اونو به بازار محلی میبرن و در اختیار عموم قرار میدن. میشه گفت تورم تولید کننده که اقتصاددانا بهش تورم پیشنگر هم میگن، چشماندازی از نرخ تورم مصرف کننده توی ماهای بعده. واسه همینم اسمشو تورم پیشنگر گذاشتن. عامل بعدی هم احتمالاً رویکرد کنترل تقاضا با استفاده از ظرفیت ارزهای محلیه. نمونه کوچیک این راهبرد توی ایام اربعین بود که به جای تخصیص دلار دینار دادن و مردم هم راضی بودن. گویا قرار این رویکرد درباره ترکیه هم استفاده بشه و لیر جایگزین دلار بشه و تقاضای لیر برای سفرهای احتمالی توی تعطیلات سال میلادی به ترکیه به این نحو کنترل بشه. این رویکرد در ابعاد کلانتر میشه استفاده از ارزهای محلی توی مبادلات تجاری یا پیمانهای پولی دو جانبه. پیمان پولی دو یا چند جانبه یکی از راهکارهای پیشبرد مبادلات تجاری برای مقابله با محدودیت‌ها و اثرات سوء ارزهای واسطی مثل دلار و یوروه که به صورت توافقی بین دو تا کشور به کار گرفته میشه. سواپ ارزی یکی از حالتهای این پیمانهای پولیه که توش توافق میشه پولهای صادرات و واردات بین دو کشور چطوری تسویه بشن. نمونه های دم دستی این اتفاق توافق 3 ساله چین با عربستان برای مبادلات با ارز محلی به ارزش
50 میلیارد یوان یا معادل 26 میلیارد ریال سعودی هست. بانک مرکزی امارات هم اخیراً با همتای چینیش قرارداد مبادله‌ای به ارزش اسمی 18 میلیارد درهم یا 35 میلیارد یوان چین برای مدت 5 سال امضا کرده. در عمل اینطوری بخشی از مبادلات کشورها با ارزهای ملیشون انجام میشه، ولی یادمون باشه شرط موفقیت توی چنین پیمانهایی افزایش قدرت چانه‌زنی کشوره که با قوی شدن در عین تعامل با کشورهای مختلف به دست میاد. ما توی برنامه هامون خیلی چیزا رو میخوایم بگیم که گاهی وقت نمیشه. بعضیاشون رو توی توییترمون میذاریم، مثل نمودار رشد اقتصادی کشور که چاله چوله هاش داره با آدم حرف میزنه. خودتون برید توی توییترمون ببینید. خانم ها آقایان، روزگار به کام، شب خوش.